کوهزاد رحیمزاده 23 سال دارد و اولین بار است که او حق آوازدهی در انتخابات را پیدا میکند. وی ساکن شهر بوستان است و الکی دعوتنامه را برای انتخابات گرفته است. هر یک کس آزاد است، میتواند آزاد همون ورقهایی که از انتخابات پیشنهاد مینمایند به هر آن نفری که به خودش پسند است آواز دهد. کوهزاد و همسالان آنها میگویند با برنامه وکیلان تا اندازه شناس شدهاند. از برنامه‌های نامزدها ما آگاه هستیم، میدانیم و امید داریم که نامزدهای ما با وعده‌های خود می‌ایستند. ولی به گفته شهروندان قابل رای نه همه ساکنان خوجند و اطراف مرکز ولایت سوخت از برنامه وکیلان آگاهی دارند، بلکه احیانا نام و ترجمه حال آنها را در کوچه ها وا می‌خورند. دعوتنامه گرفتیم دو دانگی. اما کسایی که دپوتات میشن و میشناسید نه و وعده کم نه ما اما من هر کجا کلیک را مانده است دیدم من. تا انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 2 روز مانده است، ولی فضای سیاسی کشور آرام است و بحثی جدی نامزدها به نظر نمی رسد. نمایندگان حزب‌ها در صحبت‌های جداگانه از آمادگی جدی صحبت می‌کنند. اکثر مصاحبان رادیو آزادی در خیابان‌های خوجند گفتند با این وجود از وکیلان امیدواری‌های زیاد دارند. راه‌ها رو آباد می‌سازند، بناهای نو رو بنیان می‌کنند. بیکار جا کمتر شده، همه سایه کار و صنعت به همه جا کار کنند نمی‌شود. طبق اطلاع رسمی برای دریافت 63 کرسی پارلمان 220 نامزد ثبت نام شدند، اما از روی برآمد و برنامه‌هایشان همه این نامزدها از حزب حاکم یا احزاب رو به حکومت هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.